واسه هممون پیش اومده که وقتی داشتیم تو اکسپلور میچرخیدیم از این ساندویچ بمبیا دیدیم و دلمون میخواست بخوریمشون و واقعا یه جوری که آدم با خودش میگه من به خدا همه اینو میخورم، ولی واقعا ارزش سلامتیتون رو داره؟ آیا اصلا بهداشتی و سالمه؟ کی بهترین ساندویچ بمبیو میده اصلا؟ امروز تو این ویدیو قراره ما بریم معروف ترین ساندویچ بمبیایی که فود بلاگر رو تبلیغ کردن رو تست کنیم و نظر واقعیمون رو بدیم. همبرگر بی کیفیت ترین همبرگر ممکن. پس تا آخر این ویدیو رو ببینید چون واقعا اتفاقای عجیبی میفته. حاجی موه رفته تو سیب زمینی به جونه داداش. وایسا فوکس کنم. آقا امین انفجار هات داگ خورانم فراموش نکرد. 2 تا هات داگ برات میذارم لای یه دونه نون، کلی هم قارچ و پنیر بهش اضافه میکنم. بخوری و حالشو ببری. این ساندویچ ما میگیم تک نفره است ولی راحت برای 2 نفره. میخوام یه ساندویچ گول برات بزنم با اینا. 2 تا قالب ژامبون قارچ و پنیر برات میریزم که جمعش میشه 20 بگ ژامبون با کلی قارچ و پنیر و یه دونه هات داگ 200 گرمی. این میشه ساندویچ خمپاره قول هات داگ امین انفجار. آقا یه دونه خمپاره قولی گرفتم، الان سپر میاد بهتون توضیح میدم. آقا من یه دونه سفارش دادم، تو جونه داداش حجم کارو بگیر. خدایی این دفعه ببین شناخت ما رو حلال باری کار کرد. بکنم یه کنیم چولی باشه حاجی. پای سرم امین انفجاره. خدایی این دفعه حلال زده. قیمتاش هم همه پایین، من نمیدونم چرا قیمتش انقدر پایین نگه داشته. 85 تومن رونه مرغ میده. رحمت میداد 190 تومن. به خدا این همه ما نمیتونیم بخوریم. میرسه دست نیازمندا. ما اینا رو هر چقدرشو نخوردیم یا میدیم به گربه ها یا میدیم دست نیازمندا دیگه. لطفاً تو ویدیو نگید چرا کم خوردید. به خدا نمیشه. داش 4 جا دیگه 3 جا دیگه می‌خوایم بریم. الان می‌خوایم بریم یه جای دیگه، بعد بریم سعید، بعد بریم در نهایت قول مرحله آخر عمو وحید گل. آقا خیلی سنگینه. من نمیدونم حالا کدومشو وا کنم. اسمش چی بود؟ جفت شکیه دیگه. خمپاره. نه خمپاره. فرق می‌کنه. خمپاره قول چی؟ هات داگ. حاجی ناموسن حلالش باشه. امین یا خودشو اصلاح کرده یا اون یکم بزن یا به کارهای بعدش فکر کرده. یعنی قشنگ فکر کنم 1 متر است. آره 1 متر است جفتش با هم. حاجی چه چیز وحشی زده. دهنش سرویس. چرا 2 تا داده حالا؟ همینو یه دونه میداد. اون آقا رو دیدی؟ ساندویچ بزنم میخوری؟ آره ساندویچ بزنم میخوری؟ ساندویچ بزنم برات میخوری؟ بیا بریم مغازه یه ساندویچ محشر بزنم براتون، انگشتانت هم باش بخورین. خورو بگیر جون دو. خدایی خیلی وحشی زده. متریال هم بهش میخوره چیزه. بسته‌بندی که بچه‌ها دیگه نباید انتظار از چیزای بمبی بسته‌بندی. آره همینجوری باید باشه بسته‌بندی. همه خوردن. چون میریزه اگه بخوای چیز دیگه بزنی. الان چیزای مهم چیه؟ این که خیلی زیاد باشه با قیمت کم. اینا 375 تومن دادیم 2 تا ساندویچ اینقدر بهم داده. نگاه کن. میفته دونه چقدر؟ 370 میشه دونه 140 آره 40000 تومان. نه. آره دیگه 170000 تومان. 170 تومن. خدایی خوبه. نه 180 تومن. 170 تومن دیگه. حالا بزن چه فرقی؟ اگه شد سالم و بهداشتی هم باشه. آره. کیفیتش هم خوب باشه دیگه. خدای یارو آتشخال نریزه. یه گاز حاجی وحشی میخوام بزنم اینجا. او کالباسش تا اینجا داره میاد. ژامبون تنش معلومه درصد بالاست. آره میگم بوش داره. ژامبونو بگیر. هم مرغ ژامبون آقا ژامبون سفیده معلومه ژامبون درصد بالاییه. زیتون، پنیر، قارچ. اینقدر خوشمزه شده با هم کنار این. هات داگ هم داره. طولای متریالش سس هم ریخته بچه. آره ناموسن معلومه. فکر کنم این دفعه ما رو دید سیاستیش کرد. دفعه قبلی چی گفت؟ کامنت گذاشته چقدر پول گرفتی رفتید رحمت؟ نفری 100 تومان. ساندویچ بدم میخوری؟ این یه دونه رو بگیم. این یه دونه رو من میبرم پیش رفیقای نیازمند فخر میکنم. بریم به یک نیازمنده خدایی. خیلی داده حاجی. من فکرم یه دونه میده. گفتم حداقل همین میده مثلا 375 تومن میگه بخور. آره. ولی خدایی ببین این دفعه مشتی زده. این دفعه خدایی مشتی زده. خوشمزه است، متریال تازه است، مخصوصا کالباس خوبی زده. هاتداگش هم خوب بود. قارچ و پنیر زده به اضافه زیتون. سس هم خودش زده. به اضافه اینکه خودش سس هم داده بود بهمون. آره سس داخل هم زیاد داده. سس هم داداش خیلی داده. آقا امین انفجار دستش به کم نمیره. آره خدایی. امین انفجار خدایی دستش به کم نمیره. حلالش. من ویدیو قبلیشون هم این بالا میذارم حتما برید ببینید. نه نرید نبینید ویدیو. آقا من یه عادت بدی که دارم با سس صفا میکنم. گاز اول بزنیم تمش چطوره؟ باش گاز اول به عشق سالار خالی میزنم. حالا یه ذره آهن ماهن هم این دامان. نه عشق اونا چیزه با آهن بدنت میره بالا. ولی چی زده حلالش باشه. خدایی این دفعه داغا ناموسان دم سویا.
خیلی چیز حرفه‌ای زده. هم خیلی زیاده متریالش، هم گوجه موجه‌ش هم تازه است خدایی. سس هم زده داخلش. آره سس هم زده. بعد زیتون زده. مثلا خیلی عجیب کار کرده همین انفجار آره خدایی. بگم کالباس ولی یه ذره دیگه میذاش بپزه. من اینجوری دوست دارم. من دوست دارم تو دوست داری ترچه؟ آره ولی من دوست نداشتم. کالباس دوست دارم مثلا داغ نه باشه. من ترک دوست دارم. بله ویدیو 7 چنلی که رفته بودیم معلم بود ترک دوسته. اما 7 چنل همه رو سوت ولی پیتزا چه پیتزایی بود اما 7 چنل. خدای دمش گرم. این کارو جمع میکنه 375 تومن 4 نفر رو سیر میکنه. شک نکن همه چیش عالیه ناموسن. متریالش خیلی خوبه. آقا یکی اینجا داشت نگاه میکرد. آره این بنده خدا ما رو داشت نگاه میکرد اومد بهشم گفتیم ویدیو بگیریم ازت گفت نه. گفتم فوت بلاگره نیستی دنبالتون کردن. گفتم فوت بلاگره نیستین که دنبالتون کردن. گفتن کی؟ گفتش که رفتی دنبال من فهمیدم آقا وحیدو میگه. آره. اصلا دقت کردی وحیدا دنبال آدم میکنن؟ آره. وحید مرادی بود. 24 دنبال این نفر بود. این وحیدم داستان وحیدم هم بود. آره آقا چه اسمایی گذاشته بود. جنگ جهانی جنگ جهانی دوم. اول، جنگ جهانی دوم، کوکتل پولوتوف. این نازیام گذاشته بود. نمیدونم هیتلری. همه چی اسمایی گذاشته بود. دیوار کوچیک، دیوار چین. این که بمب قول هات داگ بود. نه تانک هات داگ همچین چیزی بود. آرپیچی خمپاره نفربری. همین انفجار ما خیلی وقت پیش رفته بودیم. ساندویچ بندریشو گرفته بودیم با مرغشو گرفته بودیم. مرغش زیاد جالب نبود همین انفجار. به خدا آقا امین ما رو دفعه قبل دید رفته بودیم 7 چنل ما رو دید خیلی هم اخم متخ کرده بود و اینا ایدام داشت نگاه می‌کرد فکر کنم شناخته بود ما رو. محیط امین انفجار خدای محیط همیشه تمیزی بوده. دفعه قبلی که رفته بودیم چه این دفعه که رفتیم چه دفعه قبل هر بارش تمیز بود کاملا تمیز. محیط استریل شده خوب بود. من به محیطش نمره 9 از 10 میدم. بسته‌بندی امین انفجار بسته‌بندی خاصی دیگه نمیتونه داشته باشه. لیبل خودش هم رو مشمعاش و پکیجینگش نمیزنه. نزده بود قبلا الانم نزده. میدم بسته‌بندیشو من نمره 7 از 10 میدم چون بسته‌بندی خوبی نداشت. بعدی میرسیم به بحث خوشمزگی. خوشمزگی امین انفجار به نظر من خوشمزه بود واقعا تازه بود همه چیزش متریال تازه بود. من به خوشمزگیش 8.5 از 10 میدم. خدای خوشمزه بود. قیمتش واقعا 375 تومن خوبه. من اگه بخوام به قیمتش نمره بدم 9.5 میدم. دو تا واسه 4 5 نفر بس. یه دونه کاملش رو خوردیم سپر نصفش رو خورد. منم نصفش رو خوردم. اون یه دونه مونده رو دادیم به یه آقایی که داشت دست فروشی میکرد. تنها سیب خرچنگی ایران. اینم از 3 مدل سسش. تا دلتون بخواد قارچ و پنیر میاد روی این سیب زمینی خرچنگیمون. چرا بهش میگن خرچنگی؟ چون که 2 تا خرچنگ میاد روش. آقا این چیز برگر تو خود فرانسه هم قفله. برای ساندویچ هات رویال 2 نفره. آقا اینم از هات داگش. قیمت فقط 170 تومن. این برای خیابوش خانم. این خانم‌ها یه بمب لشتی بگیرید. ساندویچ رو ساعت نمیاد. چی رو ساندویچ رو؟ یه ویژه 2 نفره بالا. آقا چقدر مشتیه این خانم. خیلی حرفه‌ایه. وایساده اون با شاد. حالا 1 2 3 میخونه برای خودش خیلی حرفه‌ای. موسیقی زنده؟ آره خدای قیمتش هم خوب. حالا ببینیم این داستان چیه. الان از سعیدم گرفتیم توزینه. سعیدم گرفتیم، اینم گرفتیم. بعد در نهایت می‌خوایم بریم قول آخر. آقا وحید. اما وحید من همه اینا رو صد هیچ میزنه به نظر من می‌خوام برم جلو بشه وحید. منم یه دستبوسی کنم. آره بریم. گل شیرینی اومدیم برای آشتی کنیم. خانمو یه بسته‌بندی فوق‌العاده شکیل داره بچه‌ها. ولی اخلاق پرسیلین خدای خانمو 1000 هستن. مشتی. خیلی باحال. آهنگ میخوند واسه خودش. آره اون پشت میخوند. این بمب خانموه دیگه. از این بمب‌تر دیگه وجود نداره بچه‌ها. نکنید فیله مرغ داره، همبرگر، ژامبون، قارچ و پنیر. خدای حرفه‌ایه. 280,000 تومان. ببینیم چیه. خوب چیزیه. آره به قیافش. لاشو بکن. اوف روغن ببین. تا تب پر کرده. آره. لایه کرده همینجوری. جومه هم شلوغ جومه خود قبلا شلوغ نبود. یه پیرمرد نشسته بود یه خانسار گذاشته بود جلوش. همون پرونده لاتیو کلا بسته بود. چون میریم بیرون هی غذا زیاد میگیریم من از رفیقای گشنم درخواست میکنم که تو این غذا مزه‌ای که میگیریم میان کمک ما کنن. میان الان به زودی سر کلهشون پیدا میشه. آقا بهش میخوره حرفه‌ای باشه خدایی. برم خیلی برم ما همین دم پایات میخوری بدم برات. اوه چند تا پست ازش سیو کردم. یه روز قراره بریم پیش عمو میخوری بدم برات. بهش میخوره مشتی باشه. خودش خوشرنگه. یه تیکه بنده واسه تیکه. میخوری بدم برات. نه افتاد این ور. خنگول. اینا دارم میخورم میبریم اون برا. میخوری بدم برات. چقدر مرغاش خوشمزه است خدایی. مرینیت شده است. آره تیکه خیلی خوبه. مزه‌دار شده مرغ یعنی. بادا
تولدت مبارک. جنیفر هست یا نه؟ شاید به قاطعیت بگم یکی از بهترین برگرایی که خوردم تو این ساندویچه. مثلا واکن برگر رو بیار بالا. بعد میان کن میزنم حالت می چیه فهمیدم برگر نیست کباب لقمه انقدیا هست این همبرگر تو بسته بندیه همونا سریعه جدی ولی خیلی حرفه‌ایه خدایی کالباسش کالباس خوب گوشت یا مرغ گوشت کالباسش ولی یه ذره قارچ و پنیرش کمه خیلی قارچ و پنیرش کمه یه ذره نه یا آقا اصلا نداره می‌بینی خیلی چند تا تیکه من لش دیدم ولی خیلی کمه خیلی قارچ و پنیرش کمه یه ذره بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی برگرش خدایی برگر خوبیه آقا بریم واسه تیست فسود خانمون. مرغا نگاه کن قشنگ برشته شده و داداش مرغش خیلی خوبه. مرغا مارینیدم. حالا برگرش خیلی طعم قشنگی داشت. ولی واقعا بچه ترکیب خوبیه. مرغش هم آبدار آجه. آره مرغش خدایی میگه چیه دقیقاً اون فانتزی که من از یه مرغ نه خیلی سوخته باشه نه خیلی شل باشه رو داشت. فانتزی چی دیگه؟ بچه اینا قارچ و پنیرش لایه چیز زده نگاه کنید. آره یه خیلی کمه قارچ و پنیرش. محدوده. ولی بیکن هم گذاشته این چیه این؟ نه اون همون کالباسشه دیگه. میگم خیلی کالباسش خوبه. آره. خدایی قبول داری؟ برگرش خوردی؟ خیلی برگرش خوبه. باز مشابه نگرفتی؟ بابا خاک بر سرت. بابا نمیره پایین به حضرت. داداش به درک که نمیره پایین. اگه این خانواده یه دیوان نوشابه بگیر مثلا. نه آقا تو رو قرآن هر کی تو پارک پلیس داره این ویدیو رو میبینه نوشابه به ما بده. به نظر من مرغش خیلی خوب. بابا دارم میمیرم سپه. به نظر من مرغش خیلی خوشمزه است. برشته شده مرغش خیلی برشته شده. بعضی جاش برشته است بعضی جاش آبدار و نرمه. خیلی مرغش خوشمزه است به نظر من. کارش هم خوبه. خدایی متریال قشنگی استفاده کرده. آره خدا بیا جوجو. دعواش میشه. مرغش خیلی زیاده. آره مرغش خیلی زیاده ولی خدایی هم خوشمزه است. پرسن نایت هست یا نه؟ خدایی خودش هم مشتی بود. به نظر من قارچ و پنیرش اگه زیاد بود واقعا 20 تکمیل بود دیگه. ولی نیست. داداش دیگه کم کم حیوانات من دارم اینو اون یارو چیزه میشم چی بود؟ حیوانات حضرت سلیمان. نه اون یکی پرنسسای دیزنی. آره اون حیوانات آقا میافتادن دنبالش نگاه کن کلا گربه مربه همه جمع میشن دور ما. به نظر من خدایی خوشمزه بود. 280 تومن واقعا میارزید. واقعا با اینکه نه معروفه نه خیلی تبلیغ داده ولی خیلی خودش مشتی بود. خیلی پرسنلش خوب بودن. میزا رو 24 داشت تمیز میکرد خودش تو اونجا. آره خودش مشتی اون باش کباب ترکی میبرید آهنگ میخوند 1 و 1 و 1 2 2 2. چقدر غذاش خوشمزه بود چقدر ساندویچش خوشمزه بود. همه متریال عالی. بسته بندیش یه ذره شکیل نه. محیطش خدایی 9 از 10 میدم چون خیلی حال کردم با محیطش. به بس پیاده رو بود دیگه. آره ولی کاری ندارم محیطش مهم نی. آره اون صمیمیت و دور هم بودنش مهمه. به بسته بندیش که نمیشه زیاد داد 6 و نیم 7 از 10 میدم. به مزهش واقعا من اگه یه ذره قارچ و پنیرش بیشتر بود 10 از 10 میدادم ولی همون قارچ و پنیره یه نیم نمره کم میگم. من خدایی 9 از 10 به مزهش میدم چون واقعا عالی بود. قیمتش 280 تومن. 280 تومن 10 از 10 به نظر من قیمت. رنگ و هر تو ببین ها جمعی جانم موسیقی هر لحظه که از روز بیا اینجا تو این صحنه شما یه زبونم گیره ها جمعی بگی ویدیو رو بگی بارشو برو کنار مافیای بندری ایران عمو سعید دوباره اومد. این بندریه 1-2 نفره بمب سعید با این همه قارچ و پنیر فقط چند 98,000 تومان همراه نوشابه با یه نوشابه رو از اونجایی که پرچمدار بندری ایران عمو سعیده همه تون نمیشناسید. توپولوف من رو کردم. آقا خودم عمو سعید اونجا بود یه توپولوف گرفتم. F16 هم داشت. 16 هم داشت من دیگه گفتین جنگ میشه F16. چقدر کپسول قشنگه سپه. نگیر دیگه داداش شرف ما رو بردی تا همه جا تو رو برد. آقا سعیدم حاجی سعید چی زده یه لحظه دیدم تشویش گرفتم. توپولوف دیگه. اونه داداش حلالش باشه. حاجی انقدر سنگینه نمیشه بگیریش با دست. حاجی چه چیزی؟ سعید خدایی حلال خوره. ولی خب 400 تومن 120,000 تومن از اون گرونتره. تومن چند نفر میخوان اینو بخورن؟ ولی اون گوشت و مرغ داشت. این همش فست فوده. قارچ و مرغ اینا خانمون جان داداش. قارچ اینطوری بزن. ببین قارچ و پنیر اینجوری میزنن. آی برو گام دیگه تو خود. بابا دعوا نکنید با هم به همتون میرسه. با یه چیزی دیگه اومد. بیا. بندری نه. بچا دادی به کلاغا. کلاغا خوردم. الان مفرمو میکنن سپه. وایساده اونجا. بدش. نیرو کمکی. آقا نیروی کمکی اومد. ولی چیز حلال والی زده. واکن ببین تو شیا داره. بندری داره. قارچ و پنیر به اضافه چیه؟ یه جوری بسته‌بندی کرده. توپولوف دیگه F16 هم داشت. اون دیگه ببین چی بود. حاجی بیدو هم بگیم اضافه کنه مثلا.
این کدوم از وام میساله نون لاش کجا لاش این وره که پر میکنم متریالا دیگه بلد نیستی یا بندره کلا. آره دیگه فقط بندری و قارچ و پنیر 400,000 تومان پول بندری و قارچ و پنیر. عمو سعید خودی چقدر گوندت. اگه گذاشتی ویدیو بگیریم سپر، اگه گذاشتی ویدیو بگیریم. بندری وحیدو که اصلا نمیزنه، این حرفو نذار بپذیرم ازت. هیچ کدوم از غذای وحید قابل زدن نیست به نظرم. وحید خاص گاز میزنی از این ورش میریزه. خیلی دیگه پره این. به نظرم 3-4 تا آیتم ما هم مخلوط میکرد بهتر نبود؟ بچه ما میریم پیششون میگیم هر چی مثلا خفن تره رو اونو بده. دیگه به ما تو پلوف دارم. یه گاز اینور میزنی قارچ و پنیره، اینور میزنی فقط بندریه. چجوری بزنیم که جفتش با هم بیاد تو دهنمون؟ یه ذره این یه ذره این. بعد آقا دهن فیل میخواد. خدایی خیلی حجمش زیاده. بعد مزهش هم میگه چیه؟ بندریش خوبه، نه زیاد تنده. این بندری چیز رحمت. یه مزه ملو، ربش هم زیاد نیست که ترش بکنه بندریه. این چیه؟ حال میده بندریش حرفه‌ایه، چون قارچ و پنیر زیاده. بچه وحید بسته‌بندیش خدایی از بقیه بهتره، چون از این سعیده چیزا سعید ببخشید. وحید داری ذکر خیرمون رو میکنه. الان میریم اونجا دعوا میشه دوباره. سعید همیشه بسته‌بندیش خوب بوده، پلاستیکی که میده همیشه پلاستیک خودشه، برند خودش اینه. بس چه بویی هم داره. آره خدایی کار مزهش هم خوبه. بوش خوبه. فقط یکم بسته‌بندیش سخته که وازش کنی. میدونی؟ داداش خب اینم مثلا فول چم بپیچی میزنه بیرون الاش. آخه نیاز نیست 400,000 تومان اینقدر آدم بده. میدونی 400,000 تومانو میتونستی یکم کمتر ولی مثلا چیزای جذاب‌تر لاش بزنه. من فکر کردم چیزای دیگه هم داره. مثلا می‌بینی این چیزی که داده فقط بندری و پنیره، نمیشه بندری مثلا. F16 چی بود با؟ F16 حالا مثلا می‌بینی یه چی دیگه مثلا فیله برگری اینا بود. بندریش F16 است. یه بندری عرفینه. دقیقاً. نه تونده نه چیزی. آره. خوشمزگی ربشو داره، پیازشو داره. قارچش هم هست دیگه. ولی نمیشه خیلی گاز محکم زد. مثلا آره اصلا ببین یه گاز محکم بزنی میپاشه هم. مهم اینه که کیفیت سسش خوبه. آره کیفیت سسش خوبه خوده. همش پنیر بودیم با. آره اون ورش همش پنیره. این همین داش گاز میزنی میریزه بغلاش. انتظارات منو چیز نکرد سعید. من فکر مثل خفن‌تر میده. خدایی کالباس سعید حرف اولو میزنه. سردش اصلا ببین خیلی خوب بود. سردش خدای خوبه. ببین همش داره میریزه بچه‌ها. دست و بالم همش چیز شد. بچه‌ها رفیقام زنگ زدن گفتن حمله کردیم به وحید. اوه زنگ زدن اونجا. این ور کلا پنیر و متریال. آره اون ور فقط بندریه. خیارشور و گوجه و کاهو. این ور فقط بندر. نگاه اصلا تو نودیمه نکن. آره اصلا 4 نفر سیر میکنه. واقعا آره. خیلی گنده است. فکر کن تازه دونون بگیری اینو. اصلا باید دونون باشه این. آره این یه نونم بعد این بر بزنن که کارو در بیاره. نریزه اینقدر اصلا بچه نکن دست بالا منو. داداش تا نخوردن اون بیا بریم. دست بالا من نکن. خیلی دیگه داره ازش میزه. خانمو با اینکه بسته‌بندی شکلی نداشت گذاشته تو مشنبا فریزر. آره ولی راحت الحلقوم بود. ولی خیلی جمع جور اوکی بود با اینکه خیلی متریال داخلش بود. ولی سعید ندید به نظر من. سعید کار در نمی‌آورد این دفعه. بریم جمع می‌کنیم آقا فردا شایعه نکنید. آقا الان میخواد بپرسید چه جوری میخواد برید پیش وحید. ما بالاخره تکنیکای دستای پشت پرده هستن. ما بالاخره یه سری تکنیکا رو داریم که دشمن نمیدونه اونا چیه. یه سری کارا بلدیم که عمو وحید ما فقط رفتیم 4 میلیون هزینه کردیم یه همچین چیزی خریدیم که از وجود ما با خبر نشه وحید. بسم الله الرحمن الرحیم. همینجوری می‌خوایم حمله کنیم. تروریستی. الان همینطوری میرم جلو وحید میگم وحید اسپایدرمن دستاتو بذار زمین. الان میریم وحید رو گروگان میگیریم میاریمش تو پارک پلیس اذیتش میکنیم. میخوریمش. ساندویچای سعیدو جلوش میخورم. میگم وای این چه ساندویچاییه. آره ما اینطوری میریم تکنیکای ناشناخته ما که دشمن نمیدونه چه اینطوری میریم الان جلو در وحید خرید میکنیم میایم. نفسم گرفت. آماده برای حمله. بریم آقا بریم وحید اون بره. ما به سمت شمال. به سمت دود داره میده. وحید داره علامت میده. بریم. خاک چیزای دشمن اینجاست. هر لحظه امکان داره. هر لحظه امکان حمله وحید الان یعنی شمشاده است. بریم آقا بریم ببینیم آیتم خفن وحید چی میتونیم بدیم. قیمتی اگه من بخوام به سعید نمره بدم به قیمت این ساندویچش نه به کلیتش. بچه‌ها شما بعضیاتون فکر میکنید مثلا ما میگیم فلان آیتم سعید خوبه کل آیتمای سعید خوبه، در حالی که اینطوری نیست. یارو 20 تا آیتم داره، ما هر کدومشون نظر میدیم. وحید ولی کلش بده. حالا اینا تو داخل پرانتز بهتون میگم وحید کلش بده. من به قیمت سعید واقعا نمره خوبی نمیدم، نمره 5 از 10 بهش میدم. اون حجم از بندری واقعا بسته‌بندی که همیشه بسته‌بندی خوبی داشته سعید، لیبل خودش بوده، کاغذ خودش بوده، مشمع خودش بوده، سساش هم همیشه سسای خوبی بوده. بسته‌بندیو من نمره 9 از 10 به سعید میدم، چون واقعا لیبل داره، معلومه هزینه کرده سعید دمش. بعدی میرسیم به محیطش. به محیطش من نمره
8 از 10 میدم، اونم به خاطر اینکه به مخاطبش و اینا به مشتریاش اهمیت میده. خوشمزگیشو اگه بخوام نمره بدم 8.5 از 10 میدم، اونم به خاطر چی؟ چون که انقدر بزرگ بود می‌خواستم نمره بیشتر بدم، ولی به خاطر این نمره کمتری بهش دادم که چون انقدر بزرگ بود دو طرف فقط گاز می‌زدی. یعنی یه گاز شما می‌خوردی کلا پنیر و مخلفات بود، یه گاز می‌خوردی کلا بندری بود. این دو تا با هم میکس میشد که مثلا طعم واقعیشو بفهمید. و ویدیوهای قبلی گفتم هر کی این ساندویچ تو 5 دقیقه بخوره به والله بهش 200 میلیون هدیه میدم. فکر نکن این بچه‌سا. نه این آرپیچیه، آرپیچی مافیای وحید. حالا اگه میتونی بیا اینو بزن به بدن. من خودم که نمیتونم. اما دیگه بسته دیگه. به ویدیوهای قبلی گفتم مافیا به حرف نیست، به عمله. داداش کنم به والله به قرآن هر چقدر حاشیه بگیری انقدر ارزونش میگیرم. این کار منه. رفیقا همکارا دنبال حاشیه نباشید، جان مادرتون دنبال حاشیه نباشید. هر چقدر حاشیه باشید انقدر ارزونش میکنم. اینم از ساندویچ بمبمون. آقا جون قشنگ دقت کن، این ساندویچ قیمتش 500,000 تومانه. به والله هر چی تو 5 دقیقه بخوره 500 میلیون بهش عشق میدم. آخه این ساندویچ رو میتونی بخوری؟ آره داش وحید. تو چه هیچی، باباتم نمیتونه اینو بخوره. عمومی کارزار باشه عمومی. اوه این داشت وحید فکر کنم بود شد. امپراتور مافیا. داداش میری از وحید دستای پشت پرده اومده. میری اونجا قیمت میگیری، خب هر چی گرون‌تر بوده میگیری، کارت سپر دیگه. نه بابا زر میزنه. آقا سر ربطتون نمیگیره. 13 هر چقدر خوشی ازش. نه حالا بیشوخی بمبشو بگیری. ببین بمبی چی داره دیگه. 500 400 600 700,000 تومان یه بمب داره. اما نزنیم اونا اون وحید. نه اما وحید این حرفا که نمیخوام. وحید مرد خوبی، مرد شریفی اما وحید. آره من خودم الان باید میام. آره داداش این چیه؟ وحید ببین بمب زد، واقعا بمبه. داداش این تو رو قرآن تگوجه رو بگیر. یه ببین دیگه ببین این تگوجه واقعا این دیگه سرطانه. تگوجه مستر المپیاییه. بابا این چیه ناموسن؟ چی برگر هم داره لاش؟ آره برگر، پیتزا، هات داگ، بندری، قارچ و پنیر هم داره. قارچ و پنیر هم داره. حالا بخورین. سرش سرش فعلا هات داگ فعلا بخور. چه همش نون بود. خیلی گنده است. یقه بگی لاش یکم واکن. 15 نفری هم نمی‌تونی بخوری. بچه اینا این بنده نمیدونم همبرگرم یا نه تیره است. اصلا نون نداره. داش نونه این ورش وا رفته. بچه بقیه بمبایی که نخوردیم داره خورده میشه توسط نیازمندا. ساندویچ بدن میخوری؟ اون خیلیه. زنگ بزن 2 نفر دیگه هم میاد. ناموسن 330,000 تا اینو فکر کنم بعد 6 7 نفره بخوری. خیلی گنده است. نگاه یا علی من داد استفاده کنم. استفاده داری؟ خب اصلا نمیشه گردش بری. خیلیه. این خیلی گنده است. ها کن بگی 2 تا دست اینقدی. تو انگوشامو نگاه نمیچسبه. یه چیز زده فقط صفا کنی. آقا یه چیز زده اصلا با هیچ چیزی داشت 5 تا فویل هم میپیچید لاین. اصلا بسته نشده داشت حداقل 2 تا نون میذاشی. ولی این سنونه هم هندل نمیشد. این خیلی گنده است. قارچ و پنیر رو ببین، ولی ببین کاری ندارم. حلالواری کار میکنه، یعنی پر میکنه. ببین یه جوری پر میکنه یعنی الله اکبر. قیافه سالار معلومه فقط پر. همبرگر چا نخوره. به نظرم نخورد. خوردی دیگه. خود خر همبرگره. ببین اصلا گوشت خر نباشه من کوکوه. گوشت خر نباشه من انصراف میدم. حاجی خیلی بدمزه است. یه چقدر بده. هات داگش مزه خیلی بدی میده. همبرگرش واقعا بده. همبرگرش ببین واقعا حالم بد شد جدی. این شکل حالم بد شد چه گاز اول زدم. هات داگ خیلی طعم بدی میده. هات داگ واقعا طعم بدی میده. یعنی اصلا نمیتونم بخورم بدون داداش. یه گاز دیگه میزنم بندریش ولی هات داگ و ایناشو نمیتونم بخورم دیگه. چی این بندری این چیه ناموسم؟ بندریش هنوز همون بندریه. آره هنوز همونه. واقعا بد. وحید خیلی دوستت دارم وحید. جون هر کی دوست داری شکایت نکنه دستم ولی واقعا خوب نی وحید. یاد بیارم میگم حالا. ولی نسبت به پولش خدای کاری ندارم. عمل خفه کنه. قبول داری؟ واقعا خفه میکنه ولی خب داداش واقعا بدمزه است. این هات داگ واقعا بدمزه است. جدی دارم میگم. حالا شما میخوای یه ریاکشن ازتون بگیرم. واقعا جدی بدمزه است. نمیشه خورد. علی داداش این بمب چرا عمو وحید بچه‌ها که تعریف خوبی نکردن. بذار ببینیم چی زدی.
آن شهریار ازت خوش اومد. یه گاز از اینجا بزن ببین هات داگ از اینجا بزن هات داگ و همبر و بندریش با هم باشه با هم بخور ببین چه طعم بهشتی میده واقعا. هات داگش نخوردی؟ هات داگش اینا. یه گاز لاشه هم هات داگ بزن. هات داگ. چجوریه؟ نمیدونم توصیفش ما این سوسیسش مزه همبرش که مزه کوکو سیب زمینی میده. بندریش هم که همونه. هات داگش هم چی بگم؟ فقط گوجه خیارش مزه گوجه خیار میده بچه‌ها. آره فقط گوجه خیارش مزه سیب زمینیش هم مزه سیب زمینی. چاکر عمو وحید. عمو وحید. مو به والله مو. جون تو موه. اینا این ورش. اینا. وایسا. وایسا تکون نده فوکس کنه وایسا. حاجی موه رفته تو سیب زمینی. به جون داداش. وایسا فوکس کنه. وایسا فوکس. موه رو وایسا سپه. اینا بزن. یه دقیقه وایسا فوکس کنه. وایسا. آها بکش موه رو آروم. موه رفته تو سیب زمینی. حاجی در میاد. حاجی موه رفته تو سیب زمینی. نصفش تو حاجی چشات چجوری دید؟ نزده شکار حاجی من اومدم یه چی دیگه بگم. من نمیخورم بابا بریز دور سیب رام. زمینیاش مزه سیب زمینی بیمارستانو میده توش مو دیدم. خدا شکر. حاجی موه گیری کرده بود دیدی؟ آره ناموسا من اینا نمیخورم. نه همبرش مو توش نیست تضمینی. بیا. فکر کنم موه گربه چیزی بود. آره کوتاه هم بعید فکر کنم موهاشو داش نصفش ریخت. آقا همینجا انصراف من دیگه نمیخورم. این که کوکوه. آره این جدی کوکو سیب زمینیه بچه. وحید امیدوارم که بیزینست سپر میگه بیادبی داشت من آدم بیادبیم ناموسن. بیادبی ما رو ببخش تو رو آقا وحید. ما بیادبی نمی‌کنم اما ناموسن داشت مو بود بچه خدای موه کشیده نمیشد بیرون. حالا بگید ما خودمون گذاشتیم به جون مادرم خودم نذاشتم. خودمون نذاشتیم. موه گیر کرده بود سیب زمینی نمیدونم چه جوری. کوکو. پنیرش چیزه؟ پنیرش واقعا بی‌مزه است. پنیر موته است. موته دیگه بدترین مارکی که 140. یا کنید بچه‌ها پنیر چیز هنوز ساندویچ گرمه. بچه‌ها ما اینو نمیتونیم بدیم به نیازمندی. هنوز نصفش هم مونده. خب واقعا نمیشه داد به کسی که نیازمنده. واقعا این زشته گربه گناه داره بابا. گربه گناه داره. گربه نمیدونین داره مثلا خار مادر خودشو میخوره. این هات داگ اینا همه گربه درست شد. خدایی همشون خوب بود به جز وحید. سعید خیلی پر زده بودا. کاری ندارم خدایی سعید یه تارمون شرف داره به وحید ولی آره دیگه آقا شرف داره دیگه. حالا میرسه دست وحید ناراحت شدی. خدایی خیلی ناراحت شدم. من اصلا میدونی همچین آدمی نیستم الکی نمره بد بدم ولی واقعا وحید منو سلطان بزرگ مافیاهای رفتیم به گفته خودش مافیای بندری که فکر نمی‌کنم مافیای چیز خاصی هم باشه. یعنی فقط لب و دهنه. جنگ شروع میخوام شده. جنجال بپا کنم قشنگ تو این ویدیو. جدی بچه‌ها این دفعه واقعا بد بود. یعنی بمب شما گرفتیم 340 هزار تومان برام افتاد. بچه‌ها دو تا بمب داره. این بمبی که ما گرفتیم بمب کوچولو بود. آره مینی بمبش بود و یه بمب بزرگتر داره که حالا خدا رو شکر ما بمب بزرگتر نگرفتیم. چون واقعا نمیتونستیم بخوریم. من اصلا میدونید آدمی نیستم که نمره الکی بدم ولی همبرگر بی کیفیت ترین همبرگر ممکن. سوسیس بی کیفیت ترین سوسیس ممکن. سیب زمینیش که اصلا نگم براتون مو توش بود. مو توی سیب زمینی بود یعنی روش هم نیافتاده بود که بگیم آقا مثلا موی کسی افتاده. باش چیز شده. باش سرخ شده بود قشنگ. یعنی مثلا نمیشه بگیم آقا مو از سر کسی افتاده تو اون سیب زمینی. مو توی سیب زمینی بود. واقعا محیط که اصلا به شدت بد. واقعا بد. من به محیطش 4 از 10 میدم. بعد به تایم آماده شدنش چقدر طول کشید؟ تایمت زیاد طول کشید. آره یه نیم ساعتی طول کشید. تایم آماده شدنش هم بالا بود. 5 از 10 برخورد پرسنی که اصلا صفر. خوشمزگی هم که اصلا حرفش نزنی بهتره. آره اصلا نمره نمیدم به خوشمزگیش چون فقط برای کسایی که میخوان سیر بشن. قیمت 10 از 10. آقا قیمت 10 از 10. اون ساندویچ رو اگه بچه‌ها چون مهمون داری تعداد مهمونات بالا یه مجلسی هست. حالا مثلا بالاخره خیلی اتفاق افتاده مجلس ختم که نه ولی مثلا بعد ختمش 3-7 نمیخوای هزینه کنی. آره نمیخوای هزینه کنی. شاید بهتون بگم که برای 100 نفر شما 3 تا بمب بگیری کارو در میاره. واقعا متریالش بد بود ولی زیاد ریخته بود. یعنی واقعا فکر کنم ساندویچ 3-4 کیلو بود. واقعا فکر کنم 3-4 کیلو بود. یعنی با دست میگرفتیش قشنگ متوجه میشد. ته گوجه انقدر حالا نه ما سهممون ته گوجه است که کلا ته گوجه میده. ته گوجه ها یکی انقدر. آره و واقعا من اصلا نمره خاصی نمیدم. رب بعد پیاز اصلا همه چیز فقط قیمتش 10.
بقیه دیگه اصلا ولش کن، نمره نمیدم. من نمیدونم اما وحید شما مافیایی چی؟ قربونت بشم من. به حضرت عباس ما هر دفعه اومدیم ازت تعریف کنیم یه عیب و ایراد بزرگی داشته. آقا مو تو لای سیب زمینی مو چی میگه؟ مو رفته تو خود سیب زمینی. بچه‌ها به خدا به جون کیو قسم بخورم؟ به جون عزیزترین کسمون ما نکردیم اون کارو. دادیم به محمد رفیقم و محمد بخوری یا گفت موه و من ندیدم اصلا نمیتونستم ببینم موه رو. اینقدر نگاه کردم دیدم آره یه موی لاشه. حالا نمیدونم خدای موه توش هم رفته بود، اصلا باهاش سرخ شده بود. من به پکیجینگ که اصلا همیشه دیدید بچه‌ها چجوری بود که همینطوری میریزه ازش، اصلا فویل پاره پوره لاش پر فویله. اصلا من رفتم آزمایش دادم آهن خونم بالاست، اینقدر فویل خوردم لای این ساندویچای وحید فویل آهنم بالاست دادش. پکیجینگ خاصی که نره همون 5 از 10 من بهش میدم به وحید. محیط که یه محیط وحید ناموسن یکم ترتمیز کنین جلو در مغازه‌تو دادش، یه تمیز کن حداقل آدم میره اونجا بتونه وایسه. بغلش جوبه پر کثافت، یعنی واقعا بو بد میداد جوبه، اصلا من نمیتونستم وایسم اونجا. من رفتم اون وقت دنب ماهی اونجا بود، من نمیدونم داش ماهی مگه سرو میکنن اونجا؟ دنب ماهی قزللا بود چی بود اونجا افتاده بود کف روبرو مغازه وحید. نمیدونم داش اصلا خیلی عجیبه. من محیطو واقعا بهش 6 از 10 میدم. واقعا محیط جالبی نداشت. خوشمزگی که اصلا حرفشو نزنید بچه‌ها، اصلا بی خیالش شید. واقعا کوکو سیب زمینی بود همبرگره، واقعا هاتداگش بیمزه بود، واقعا کیفیت خوبی نداشت. بندریش هم که اصلا دیگه جای تعریف، اصلا ولش کن بی خیال بچه‌ها. من به خوشمزگیش یک منفی 3 میدم به خوشمزگیش. قیمتش هم که دیگه سپر گفت 10 از 10 دادش. اون ساندویچ رو به خدا 5 نفرم میتونستم 130 نفرم ساندویچ نمیتونم بخورم. خیلی بزرگ بود نسبت به قیمتش خدایی 10 از 10 ولی بقیه چیزاش نه. آقا دم همتون گرم که دیدید این ویدیو رو تا ته. عشقای من لایک و ساب از این چرت و پرتا فراموشتون نشه. بوس به کلتون. اگه ایده و چیزای جالبی هم دارید تو کامنت ها بگید، ما همه کامنتاتون رو میخونیم. ساب، لایک، هایپ، مایپ همه چی دیگه بزنید یا خودتون ختم روزگار. یا علی.